کو بچم کده وجه را جور کده میشه یا کن سه جام کن با خدا از سیسی هیچ روز نداریم. نه آدم در کار میبینه نه دیگه. چه قسم آدم است با خدا. هیچ چیز انسان شدنی نیست. چی بگویشه؟ رفت حالی با جان مامای. کار من زیاد دارم بیادر. خب به خاطر این وضعیتی که داری میگیرم تا مشکل نیست. اما از 5 صبح وظیفه است تا 5 دیگر مای 6000 روپیه برات داده میتونم. خداوند خیرت بده رئیس صاحب که مرا درک کردی. درسته سر از فردا میایم انشاءالله. من چی کار انجام بدم اینجا؟ سبا بیادر یک دو تا تاکس بر که یک نفر زمانت بخیر دیگه باز کارت شروع کن. به خاطر همین فرمای امنیتی است که امور خانه پوری کنیم کدام جنجال برای ما پیش نشه. تشکر رئیس صاحب زنده باشین. دیگه ما تا دیگر تمام اسنادایی که خواستین از ما اکثر چیز خواستین براتون میارم مشکل نیست. خداحافظ فعلا. خداحافظ. ایش باشه شاید بیا که رفت کت مامای ما جنجال کرد. کت مامای ما جنجال کرد سر زمین. بیا خیلی آدم است. باش کلی بیا خانه. کت مامای ما جنجال کرد. بیا برو به عزت ما کتی نامای. دوباره بی که کجا کی هست؟ دروازه است دادم. ببین که کی هست خود؟ سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خوب است. شکر است. آمدی بخیر؟ دیگه تو بابا فرادمی رو آوردیم فهمیدی شاداب گفتیم که قوقش تازه کنه برات بیاره. خیر. چی پاس طرفات خیرتی است؟ چیگه پاس حالا شویب جان خوب هستی؟ شکر است الحمدلله می زندگی است دیر میشه خوب کبی خوشی کبی غم سپریش میکنه. خیر. بخیست یک ترموز چای بیار زغال تازه کو زود بده که مای فراد باز میریم. فراد جان چای هم میخوریم قیلون هم میزنیم مای شرکت از خانه باز میریم. بخی سعی سالا شویب بابا شویب این بیادر کامل چون قار کنی گمش که بابا ایدایی 24 ساعت خار است بشش نگرد. بابا شویب اگر اوت نمی بود که سلام علیکی هم نمی کدم بابا تا وقتی که من زنده است مینمی خانه است چای خوردن او خوردن هر وقتی که می فهمیدی آزادانه میشینی فهمیدی سرکس خبر نمی باشی فهمیدی؟ بله سرکس خبر نشو فهمیدی زنگ بزن فهمیدی خانه درش باز است چای اوت به سرت در خدمتت است. تو زنده باش شویب لالا پشت هر کس به کس نگرد فهمیدی من جلالایت است زنده کس لالایت نیست. جانم سرم فدایت خانم فدایت فهمیده شد؟ سلامت باشی اینجا سر ما حساب کردی که آمدی سر دیگه کس حساب نکردی فهمیدی؟ آمدی هم خانه تا با بیا چای میخوریم معیشت میکنیم قسم میکنیم فهمی سر هیچ کس خبر بابا شویب رویش مگم خراب بود پشت رویش نگرد من که لالایت که زنده بود سر کس برک نگی فهمیدی؟ سر هیچ کس خبر نباش این همی جایت است همی خانه است فهمیدی؟ دیگه شویب لالا میگیری تو فراد جان گپش دل نگی فهمیدی؟ بابا شویب در روزا گیر گرفت نیست والا مفلس هستم اون قضیه را که انجام دادیم تا هنوز پیپاک حل نشده او که حل شد یک گوز دیدیم بر توال میتون میریم درست است؟ منتظر باش
بابا شوی بله. دی بیادر دیگه بس صدایش نگویم. نه ایره که من شانسم تو بچه نیست. فکر نکنم که گپ بس صدایش بگویم. فهمیدی؟ بله یا خاطر جمع باشه از این موضوع. بابا چه شادا؟ شادا بابا چه بیا تویشه بخیستی صدای دارم. برو چی میگی تو؟ خدا شاید صدا که تو کارش رو صدایش کو بیا تیجه کارت داره. خیرت است خود صدا کردی. پیش بریم. این از خانه مامان با چی رفته بودی بیا برو ویزیتی کردی؟ من نگفته بودم که بیرون. با خاطر چی تو به رفتی؟ خاطر از این رفتم که خود مادر من. خود تو مرا یک دفعه میگفتی دین روز بعد گفته کار بودم. بود. برات نگفته بودم که میرم. دیگه پا با دشمنی با جنگ جدل خانه مامان برو بیا برو بیزت کنی نمیشه. کم وقت از وفات مادر ما میشه. ما رو پیش کس نشرمون. این چیز هم نیست. فقط برو برات کار پیدا کو. لال احمد تام رفت کار پیدا کرد به خود. تام برو کار پیدا کو از این اندیوال بازی چیز نمیشه. امی اندیوال دیدی میرنگ هم نشیش. از این رنگشون معلوم است که چندان آدم نیست. لالا که آدمای خراب نگرد. پشت حقم دیگه نگرد. تو بیادرم هستی ما تر دوزانم تو هم خونم هستی. من نه تو چیز گفتم میتونم نه دیگه کردم میتونم. هر کاری که تو کنی مجبور هستیم که ما جواب شو بدم چون که ما لالای کلانتون هستم. این خوب نمیشه بیادرم خوب شو اصلاح شو. امیدی لالا دیگه از این اندیوال بازی چیز جور نمیشه. بیادرم هستی. گپ بیادر تا زمین نپر تو برو کار تکو. یا کار برات پیدا کو برو روز برو شب بیا که می کرای خانه همی جنجالا رو ما حل کنیم لالا. کلا کی سلبی نما سینما تو پیش مامان رفت هنوز مرا میگه که دور از فوت مادرت نشده بیادر دو خو مادر دو همین تو خود فکر کن این می چی حساب است او بیادر نکو بیا برو بیزت ما نکو واز برای خدا بزرگ میکنم برات نکو بیا برو بیزت تو بیادر مسی نشانوانی مرا لالا مادر ما فوت کرد پس آمد نه پدر رفت پس آمد نه اگه ما برو مرا پس پیدا کرده میتونی تو بری من تو را پس پیدا کرده میتونی نمیتونی کو چی کار است که تو میکنی او بالیاز خدا پس کو دیگه حوصله چیز نمونده چرا تو آدم میشه کلی مردم خیش غم سرم خوش میشه بیادرم هستی جگرم هستی تو تی جگرم هستی نکو صدقه چم نکو لالا جان اندیوال بازی نکوی کارا بدرت نمیخوره بیادرم بزرگ میکنم برات نکوی کارا را حالا گپ از گپ دیر شدم. بسیار دیر که دیگه پاره برام میزنی. حالا ما را باید به سیستم زندگی خودم زندگی خود چرا کم پیش ببریم. هر چیز از خود وقت داره. اگر این نصیحت را در وقتش به من میکردی، حالا از چطور انسانیت نمو برآمده. نکو لالا نکو حالا از گپ دیر شدم. سر وقت است نکو حالا دیر شدم. تو لالای مسی نکو سر من درس نخوانده. سر من کوشش نکردی. کل چیزا کردم دیدی که در چی وضعیت هستیم خیر حال خدا میرفت میشه بر من رحم نکردی. میشه مشکل نیست سر من اگر زحمت میشه بیادرت نه میشه مادر زحمت کشید نه پدر زحمت کشید. پدر خو وقت فوت کرده بود مادر خو چند روز میشه که فوت کرده تو هم دل نسوختاندی به من. چی نکردیم برات بخود هیچ چیز نکردی. نکو کار در وقتش به من در کورس من شامل نکردی. سر من مکتب درست چی نخوندی. میکردیم از چی میکردیم کل پیسه چیزایی میکردیم تو خود پدر میگی پدر باید قربانی بده مثل اولاد برای ما را تکف دست نگاه میکردی. من نتونستم گپ تو درست گپ تو را قبول دارم من نتونستم یک جور کلاه هم که خریدی تو نمیگی. حالی برات میتونم لالایم نکو قتل چکان نگه کارهای خراب نکن تو بیادرم هستی پشت حق چیز نگه حالا گپ از گپ تیر شدم. نکو بیادرم کارها به درد نمیخوره چرا جگر ما را خون میکنی به خاطر چی بیادر چرا ابرو عزت ما را میبری تو حالا گپ از گپ تیر شدم. گپ از گپ چی تیر شده چرا تو کارها را میکنی به خاطر چی از خاطر ازی که ابرو عزت ما را میبری اما قد تو مرد هستی دی عمل حال آلوده شدیم. اینو برگشت داره. عمل به درد نمیخوره ابرو عزت ما باید آمد داره. تو چرا کارها را میکنی به غیرت انسان حالا گپ از گپ تیر شدم. نه سر ما درس خوانده نه سر ما تحصیل کرده نه مرا در کورس شامل کرده. در هر راهی که بگویی هستم. نکن هر چیز از خود وقت دارم. نکو ابرو عزت بالا نبر هر چیز از درست از ما برات میکنم خود نکو همین کار را نکو نشر باره تو چرا چه قسم بیادر هستی
این گپا رو باید در وقتش میزدی. حال گپ از گپ تیر شده. حال در یمن بد آغشته شده. حال از انسانیت ما بر آمدی. حال این گپا رو برای من میزنی؟ من ایسه بیادر کلام؟ برات بحث که بریم.